در این قسمت از یکی دیگر از سخنرانان ما که در اینجا تشریف دارند دعوت میکنیم برای سخنرانی خود را ارائه کنند استاد محمد سعید رضایی در موضوع استواری و پیروزی. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روزی خرسندی است. راستی استاد علیم بیشتر سخن کردن. اگر همون سخنی تبریکاتیه که گفتن اول به خودش بعد به ملت برای مردم کردن، اگر امر نمیکنن خیلی تشویش بدم من از اون چیزی که میخواستم حالا گپ زنم. بنابر همین خب من هم در ابتدا هموطنان عزیز من شما خواهران برادرها را مهمانان عالی قدر در اینجا هستند و استقلالیت دولتی کشور تبریک مبارکباد میکنم. میخوام در این چند فرصتی که در اختیار دارم اطراف استواری یا اینکه مدل استواری یا پیروزی یا فرمولش کمی صحبت کنم که البته امروز اگر استوار باشی فردای نزدیک پیروز هستی. خب این را باید در یاد بگیریم و همه پیروزی ها هم بر اساسی استواری می شود. اگر قرآن را نگاه کنیم وقتی دعوت میکند از صبر میگوید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلکم ترحمون. ای کسانی به خدا باور دارید صبر باید داشته باشید و بعد از صبر با مصابره داشته باشید. یعنی اگر در مقابل کدام اونها هم از صبر و از شکیبایی و از پافشاری و استواری کار گرفتن، باز شما در برابر اونها علاوه بر صبر تو بعد مصابره داشته باشید و رابطو و با هم ارتباط داشته باشید و ارتباط هم رابطو هم موافق میاد با آن چیزی که ما چند ساعت پیش امضای او را کردیم، یک پیمان، یک معاهده یا یک اتحادی را که قریب 2 سال بود که تلاش شده بود که اون نشود. حتی برای نامگذاریش هم که از 6 ماه 7 ماه پیش برای پیمان ملی تاجیکستان خب نامگذاری شده بود و دعوت ها شده بود، نشست ها شده بود، یک دیگر فهمی ها شده بود، با مشکلات مواجه شده بودند که امروز ما بر اساس اون چیزی که قرآن میگوید رابطو یعنی مرابطه داشته باشید، این پیمان به امضا رسید و این روز در این روزی بگیم باز مقدس خیلی هم یک نوید و یک فعال خیلی هم خوبی هست برای ملت و برای کشوری ما. و از خدا بترسید شاید که شمایان کامیاب شد. یعنی شما البته در اون صورت بعد کامیاب میشید. یعنی فرمولای پیروزی استواری هست خب و مرابطه پیمان هایی هست که هم در پهلوی یکدیگر باشند و علاقه و ارتباط با خدا و با ایمان و حقیقت و وجدان و اینها است که اینها پیروزی می شوند و این چیز را من از چند ساعت این طرف خیلی به واضح احساس کردم. حالا می خواهم این را بگویم در این فرصت. خواهران برادران عزیز، باید ما بدونیم که افتخاری این را داریم که ما در وقتی در سنه به امضا رسی یک سازشنامه برای خدمت ملت کشور ما حضور داریم. این را فراموش نکنیم. اما این مسئولیت های بیشتر دارد. خب باید ما بدانیم که اولین چیزی که ما میدونیم
بدانیم که تنها با وجود ایمان و باوری و تنها در حق بودن یا اینکه بر حق بودن پیروزی به دست نمیاد. تنها با وجود ایمان و باوری و اینکه تو در یک راه مسلک حق هستی پیروزی حاصل نمی شود. برای پیروزی اسباب یا که فاکتور و قاعده های است که در پهلوی وجود ایمان و باوری و در راه حق و بر حق بودن، در پهلوی آنها لازم است که از آن اسباب، دلایل و قاعده های وجود داشته استفاده شود. در برابر ایمان، در برابر باوری، در برابر اینکه تو در یک راه حق هستی، یک قاعده، یک اسباب وجود دارد که اونها باید رعایت شوند و در اجرا بدرند. آن چیزی که بالای تاجیکستان بعد استقلال آمد و گذشت چیزی ساده نبود. جنگ، خونریزی، قتل، کشتار، غارت کردن، بردن و سوختن دعا میکنیم که خداوند اون روزا را دیگر نیارد. تنها برای کسای معلوم می شود که به واسطه شاهدی آن روزها بوده باشند و رنج و درد و الم اونها را به یک نوع از سر گذرانیده باشند. برای کسانی که همین خیل اول مخالف بودن به این استقلال و به این کشور و به این ملت و به اینها و حال اومدن یکی خیلی یکی استاد علیم پیشتر گفت از آسمون اومدن یکی گرفتن، برای اونها هیچ معلوم هم نیست و از اونم هیچ، فقط تنها برای استفاده، برای دزدیدن افکار مردم جامعه استفاده شو میبرند. تمام همه گونه جنگ و خونریزی ها یا اینکه درگیری ها سبب و عامل خاصی خودش دارد. در نسبت حادثه های خونین سالهای 1992 1997 تحلیل و بررسی ها خیلی زیاد شدگیند. من هم نظر و تحلیل خاصی خدمت در اینجا دارم. اگر بعضی ها نداشتن تجربه کافی، آگاهی کمی سیاسی را باعث کشیدن به جنگ داخلی در تاجیکستان بدونند، من این را نقطه ضعف میدونم، نه عاملی جنگ و کشیدن به درگیری. عامل اساسی در این حادثه ها، در حادثه های برای تاجیکستان، اگر مبالغه نکرده باشم، برخلاف جمهوری های کرخت، همسایه های کرختی که در اون وقت در منطقه داشتیم، خودشناسی زیادی ملی مذهبی و بیداری سیاسی مردم در تاجیکستان بود. من فکر میکنم که اون چیزی که بر بالای کشور ما آمد عاملش همین بود، سببش همین بود که مردم ما پیش از وقت خودشناس شده بودن به مذهب و ملت و سیاست و اینها و این را طلب کردن، خواستگار بودن. تحولاتی به وجود آمده فکری و سیاسی در کشور ما همروند تحولاتی به وجود آمده فکری و سیاسی در کشورهای ساحل بلتیک بود. اگر برادرها یاد داشته باشن استادا، تقریبا از دهه 80 شروع شده بودن از ادیب‌ها و شاعرها و نماینده‌های مخصوصی ملی و قومی ها از کشورهای لیتوا، لاتویا، استونیا برای تاجیکستان می اومدن و یک نشست و گفتگوهای زیادی در رابطه با انگیزه های ملی و اینها وجود داشت. جمهوری های ساحل بلتیک همسایه های داشتند که با مشترکات همزیستی و همگرایشی از روند دیگرگونی های دموکراتی همین کشورها استقبال کردند و به اونها کمک رسوندن. ولی همسایه های تاجیکستان برعکس با وجود همزیستی و همگرایشی و مشترکات عقیدتی و مذهبی از این تحولات ناراضی بودن، یعنی از این تحولات در اونجا کمتر بود و
منصبدارا از اون استفاده برده به این تحولات تاجیکستان ناراضی بودن و برای پیشگیری او اقدام کردن و این را پیشگیری کردن که به همین کار آمده است. خب دیگر معلوم است که این تحولات و این دیگرگونی ها از آسمون نمیاد. برای اونها را پیدا شدن ساختن زحمت های زیادی در اینجا صرف شده است. اگر نگاه بکنیم، اگر از همون ملاهایی که در تکخانه ها درس میدادن، تعلیم خط فرهنگ میکردن در قالب شریعت و شروع از دهه 70 نهضت ها به وجود اومدن. خب نهضت جوانان اسلامی تاجیکستان، جنبش مردمی رستاخیز، این چنین استادها و که انگیزه ملی داشتن در دانشگاه ها، دانشمندها، اهل ادب و قلم و شعر و همه همین ها زحمت زیادی داده بودن که مردم ما اون بیداری و اون تحولات در اونها اومده بود. حالا من بر این فکرم که اینایی که این گروهی به معرفت که دور از سیاست و ملت مذهب بیگونه، یا که به قول خودشو بگیم یک گروه اوباش که برای اداره دولت اومدن سر کار و حالا هم دارن کرسی ها را چنگ زدند ایستادند، اینها به خاطر حالا هم انا همون انگیزه، انا همون بیداری را، انا همون ها را از بین بردن هستند. حالی هم مردمی کشور ما، ملتی ما بیدار است، هوشیار است، فهمیش سیاسیش بالا است، معنویش، دولتداریش هم از وجود دارد، اما این همون گروه هستند که برای حالا هم همین را از بین بردن، زندان کردن، بیرون از کشور کردن میخوان که این ملت را یک ملتی ناخودکیفایی و در نهایت دستنیگر قرار بدهند. آیا ما برای خودمون، برای دلیل یکون بار سوال کردگی هستیم که همین تاجیکستان با وجود سر و زیر شدن به قول همین حکومت دارای امروزه که پول و سلاح و جنگاورای خارجی و خواجگان بودند به قول اونها و جنگ در گرفت و با وجود قدرت سیاسی و نظامی مخالفان بالا رفتن و ضعیف قرار گرفتن حکومت، چرا تاجیکستان افغانستان دیگه نشد و آرامی در اینجا اومد؟ آیا باره از خود پرسیدیم که سری به هم آوردن گروه های جنگی به هم جنگی که به هم مقابل بودن، ایجاد صلح و وحدت ملی، بی‌ضرر کردن سلاح‌ها و در اختیار مقامات قدرتی گذاشتن قواهای تجربه دیده جنگی، نیروهای تجربه دیده انسانی را در اونها و به منفعت کشور و ملت اونها را سفربر کردن، سر این و در مجموع سر این همه دستاوردها در چی بود که یک مدت این حاکم شده بود؟ سر همه این دستاوردها برمیگردد به توانمندی رهبری و مدیریت یگانه که اداره تمام قواها را به دست داشت. مردم را به تنظیم می در آورد و رهبری می کرد. ارتش را راه اندازی می کرد. فرمان مقاومت و صلح و آشتی صادر می نمود. کمیته ها داشت به مانند وزارت، قرار و قانون به تصویب می رساند. این بود که در وقتی در کاری از هر یک اینها استفاده بود و در نهایت که صلح و وحدت ضرورت بود، خب در اون وقت به صلح و وحدت و سازشنامه قرار و تصویب خودش رسوند و به اون چیز را به ملت به ارمغان آورد. اینها همش داشتنی فهمیش سیاسی و مدیریتی کامل است. پس ما دلیان که فرمول استواری و عمل اساسی و فاکتور کلیدی این وجودی رهبری سیاسی عاقلانه و خیرتمندانه می باشد. مردم اپوزیسیون امروزه این مدل و تجربه رهبری را دارد. برادرها با اونچه که چند ساعت پیش ما مشاهده کردیم و دیدیم یک سند بسیار مهم به امضا رسید، من میگم که همین اپوزیسیون این مدل را و این تجربه رهبری را دارد. مردم و روند جهانی شوی هم برای دستاوردها قرار دادن کمکمون میکند زمانه. پس ایمان و باوری وجود دارد و ما مطمئن باشیم که در یک راه حق و برای خدمت کردن کشور و ملت هستیم. اسبابها وجود دارند و اونها را ما استفاده میبریم
و الله با ما هست و انشاءالله که میتواند ملتی ما برای اونها نوید بدیم که انشاءالله پیروزی نزدیک است و سربلندی و سرفرازی برای کشور ملت ما میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.